نیرو تهیه کرده بود. بعد اینجوری عدد گذاشته بودن که این کشورهای حاشیه خلیج فارس هر کدومشون چقدر آب شیرین میکنن، شیرین سازی از دریا. عدد عربستان سعودی رو گذاشته بودن حدود 6 میلیارد متر مکعب. امارات فکر میکنم 8 و 7 همه حدوداً 8 میلیارد متر مکعب. کمترینشون مال اگه اشتباه نکنم بحرین، کمتر از 1 میلیارد متر مکعب آب شیرین میکنه. شما وقتی اینا رو نگاه میکنی پیش خودت میگی که عربستان 6 میلیارد متر مکعب آب شیرین میکنه، پس چرا من نکنم ها؟ فقط اون یه چیزشو بهت نمیگن. اون چیزی که بهت نمیگن اینه عربستان کل آب تجدید پذیری که در این سرزمین گستردش داره 1 میلیارد متر مکعبه و کل آب تجدیدپذیر کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه یمن پرآب کلش رو از کویت بگیرید برید تا یمن کلا 4.5 میلیارد متر مکعب. برای ایران چقدر؟ 103 میلیارد متر مکعب. یعنی شما در ایران 103 میلیارد متر مکعب سالیانه آب تجدیدپذیر داری که با این عدد میشه 100 برابر عربستان، میشه بی نهایت برابر امارات، چون امارات تقریبا آب تجدیدپذیر نداره و یه متخصص منابع آب جلوتون نشسته که دکتراشو دلفت هلند گرفته، سالهاست با این اعداد آبی در ایران و جهان بر رفته و میگه از کویت برین تا یمن کلا این منطقه 4.5 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داره. درسته؟ پس شما به تنهایی در ایران وقتی 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داری یعنی 25 برابر همه این کشورها آب تجدیدپذیر داری. خب ممکنه بگن خب ولی